محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. دقیقا این محل سقوطشه، این خود بالگرده که سقوط کرده و اونجا داری اینجا تصاویرش رو میبینی. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما میبینید که متاسفانه بالگرد به این سبک به این شکل تو منطقه سقوط کرده. دوستان خیلی زحمت کشیدن، به لحظه بودن که بتونن این تصاویر رو ضبط بکنن. سپاسگزارم از همه کسانی که کمک کردن، کمک حال ما بودن در جمعیت هلال احمر، در سازمان امداد وجود، در تیم پهپادی جمعیت هلال احمر بسیار تشکر میکنم که زحمت کشیدن این تصاویر رو در اختیار ما دادن و این جستجو رو انجام دادن.